ثانیه به ترس از دیگه، هر ثانیه کتاب میگره بچیم، کتاب نمیگره کتاب. از ما هر ثانیه ما در ترس است. بچیم یک خدمت خوب به مردم است و دوم دیگه ما وطن ما بسیار عقب مانده است. یک کتاب خواهی نخواهی پیشروشان میمانیم، بالاخره یک کمک هم از غیر از پول از خودمون کمک میشم. اجازه داخل شوم، کتاب میگیره گیرشون کتاب. ببخشید بیبی جان، من تو به سواد هستم بلا. خیلی بیا یوان یگان جای خودشان چیز میگن. من از 20 روپه باید یاد بگیرم خیره به خودت. دستوری زندگی خراب نه خانوادگی است. خاصه است. باشید زنده باشی بچه. خدا من صبر افتخار که خانم در افغانستان دست به فروش کتاب میزنه و در این حالت بسیار بد که اوضاع بسیار به شدت شکننده و هر روز حالت بدتر میشه. ما چرا به اینجا رسیدیم؟ به خاطر نبود کتاب، به خاطر نخواندن کتاب، به خاطر نخواندن کتاب هایی که باید میخواندیم. به امروز نتیجه تمام عدم دانشی که داریم باعث میشه که ما به این مسائل پی ببریم.